به نام خدا. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. در جلسه قبل نحوه محاسبه ایدی و سنوات رو بهتون آموزش دادم. در این جلسه میخوایم مالیات سالیانه هر شخص رو محاسبه کنیم. برای این کار باید لیستی آماده کنیم که بهش میگن لیست تعدیلی حقوق. این لیست رو پایان هر سال باید آماده کنید و به همراه بقیه مدارک به اداره دارایی ارائه بدید. برای آماده کردن این لیست باید همچین جدولی رو آماده کنید و حقوق و مزایای هر ماه پرسنل رو باید وارد این لیست بکنیم. دقت کنید عزیزان، گفتم حقوق با مزایا، یعنی از لیست هایی که به صورت ماهانه آماده کردیم ستون حقوق و مزایا رو باید اینجا وارد کنیم. وقتی حقوق و مزایای هر ماه پرسنل رو وارد کنیم، این لیست برای ما آماده میشه و میتونیم جمع حقوق و مزایای سالیانه رو به دست بیاریم. جمع عیدی رو هم به این رقم اضافه میکنیم. حالا باید از این رقمی که به دست اومده موارد معاف از مالیات رو کم کنیم. خیلی مواقع در موارد معاف از مالیات و حقوق اختلاف نظر وجود داره و خیلی ابهام در این موارد هست. من این لیست رو بر اساس بخشنامه‌های 1400 تکمیل کردم و تایید شد و مشکلی هم نداشت. بعد از ستون جمع ستون معافیت 7% رو قرار دادم. ببینید فرمولی که به این معافیت دادم، اومدم جمع حقوق و مزایا رو منهای 12 ماه حق عائله که مشمول بیمه نیست کردم و این رقم رو در 7% ضرب کردم. این 7% همون 7% حق بیمه سهم کارگره که معاف از مالیاته. ستون بعدی معافیت مزایای مستمر. مزایای مستمر که شامل بوم و حق مسکن هست رو هم در سال 1400 معاف در نظر گرفتیم. در سال 1400 ماهانه 4 میلیون تومان معافیت داشتیم. عیدی هم که 2 حقوق هست، یکی از عیدی ها معاف از مالیاته و یکی دیگه مشمول مالیات میشه که در این ستون من 13 تا 4 میلیون تومان رو معاف گرفتم که یکیشون معافیت عیدیه. برای این معافیت ها هر سال اختلاف نظرهای وجود داره و باید هر سال بخشنامه های موارد معاف از مالیات رو دنبال کنید. بعد از اینکه موارد معاف رو مشخص کردیم، جمع این معافیت ها رو از جمع حقوق و مزایا کم میکنیم. رقمی که به دست میاد میشه حقوق مشمول مالیات. حالا باید مالیات و حقوق رو محاسبه کنیم که مانده مشمول رو در 10% ضرب میکنیم. معمولا تو اکثر شرکت ها حقوق ها پایه اداره کار هستن. اگه شما اشخاصی رو در لیست داشته باشید که حقوق بالایی دریافت میکنن، این ضریب 10% ممکنه تغییر پیدا کنه و به ضرایب بالاتر طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم بره. در این لیست فقط به نفر اول مالیات تعلق میگیره. حالا که مالیات رو محاسبه کردیم، باید در ستون بعدی مالیات هایی که در طول سال پرداخت کردیم رو محاسبه کنیم و از مالیات قابل پرداخت کم کنیم. عددی که به دست میاد رقم مالیاتی هست که ما باید پرداخت کنیم. برای این کار باید مالیات های پرداخت شده هر ماه برای هر شخص رو به تفکیک جمع کنیم و از رقم مالیات پرداختنی کسر کنیم. اینجا چون فقط نفر اول هست که مانده مالیات قابل پرداخت داره و باید فیش تهیه بشه و پرداخت کنیم، مانده مالیات پرداختنی و مالیات پرداخت شده، یعنی این 2 رقم به ازای تمام پرسنل منفی شده و چون رقم کمی بود، ما بابت این لیست رقمی رو پرداخت نکردیم و ممیز هم این رو از ما پذیرفت چون مانده نهایی منفی شده بود. یعنی ما در کل سال باید این رقم مالیات پرداخت میکردیم و مالیاتی که پرداخت کردیم این رقم و در نهایت مانده منفی. برای همین نیومدیم به این از این نفر هم کم کنیم، گفتیم کل مالیاتی که ما باید پرداخت میکردیم پرداخت شده. پرسنلی که اضافه پرداخت مالیات داشتن طی سال، مثل نفر دوم و سوم، میتونن اقدام به استرداد از دارایی بکنن که این کار رو اصلا پیشنهاد نمیدم چون استرداد از دارایی بسیار زمان بره. ولی اگر اضافه پرداختی مبلغ زیادی باشه، شخص میتونه درخواست استرداد بده. حالا میریم داخل نرم افزار تا ثبت ایدی و سنوات و مالیاتی که باید پرداخت بشه رو روی نرم افزار
انجام بدیم. ببینید جمع ایدی و سنوات رو میخوایم ثبت کنیم. وارد قسمت حسابداری میشیم. صدور و اصلاح اسناد حسابداری. این سند رو به 27/12 صادر میکنم. 801 هزینه ها، 4 هزینه حقوق و دستمزد، 3 هزینه ایدی. به اندازه جمع ایدی پرسنل اینجا رقم بدهکار میشه، یعنی این رقم 388 180 706 بابت ایدی پایان سال پرسنل. 801 4 هزینه سنوات. جمع رقم سنوات پرسنل 194 090 353 بابت حق سنوات پرسنل. قسمت بستانکاران کارکنان رو باید وارد کنیم به تفکیک. 301 حساب ها و اسناد پرداختنی. 4 بستانکاران کارکنان نفر اول. اینجا میتونستیم ایدی ها رو جدا ثبت کنیم، سنوات هم جدا، ولی اگه با هم ثبت کنیم مشکل ایجاد نمیشه. من این رقم رو با هم ثبت میکنم، یعنی جمع ایدی و سنوات رو میارم داخل حسابشون. ببینید این رقم نهایی که شامل جمع ایدی و سنوات میشه 97 712 820 بابت ایدی و سنوات پایان سال. تک تک پرسنل رو وارد میکنیم و رقمش رو میاریم داخل حسابشون. پیج آب شرح ردیف بالا رو میارم. این سند موازنه شد و میتونیم ذخیره کنیم. به همین راحتی ما تونستیم ایدی و سنواتمون رو محاسبه کنیم، لیست تعدیلی رو آماده کنیم و ثبتاشون رو داخل نرم افزار انجام بدیم. همونطور که گفتم فقط به نفر اول مالیات تعلق گرفت که باید این رقم رو از حقوق یا مطالباتش کم کنیم. برای این کار این ثبت رو باید وارد کنیم. به همون تاریخ 27/12 من داخل همین سند ثبتش رو میزنم. بستانکاران کارکنان محمد به اندازه رقم مالیاتی که باید ازش کسر میشد بدهکار میکنیم حسابش رو بابت مالیات ایدی. سنوات هم که معاف از مالیاته. اون طرف حساب هم اداره دارایی مالیات بر حقوق رو بستانکار میکنیم. این رقم مالیات در سال بعد حداکثر باید تا پایان فروردین ماه پرداخت بشه. خب عزیزان این مبحث در همین جا به پایان میرسه. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.